میکنیم متماتیک ما بابی فونکسیون های نشان دهندگی بچه‌ها. انا بابی احکام تمام کردیم. بابی فونکسی ابتدایی و اینتگرال اکنون فونکسی نشان دهندگی بابش سر می‌کنیم. امروز موضوع ما فونکسی های نشان دهندگی تعریف و گرافیکی آن. فونکسی نشان دهندگی چیست؟ گرافیکش چطور ساخته میشه؟ و دوامش و بعضی خاصیت های فونکسی های نشان دهندگی. فهمید؟ اول تعریفش شروع می‌کنیم. فونکسی نمودی y برابر a نشان دهندش x فونکسی نشان دهندگی نامیده می‌شود. فونکسی نمودی سردست y برابر a نشان دهندش x. در اینجا بچه‌ها اما اساس و x ما چه نشان دهنده اساسی درجه اما x ما چه است نشان دهنده چه درجه. فهمیدیم نه؟ اكو این خیلی y برابر a نشان دهندش x ما همه گونه قیمت های گرفته میگیرد، یعنی x ما همه عددهای حقیقی گرفته میتواند. اما باشد چی بچه ها؟ اما فقط عددهای مثبت گرفته میتواند. اما باید که اعمال چی شود؟ کلان شود. برای چی همین خیلی؟ برای آنکه از بس که x ارگومنت تغییر یابنده نو وابسته همه قیمت های حقیقی گرفته میتواند. اگر اما خورد از نال هم گیرد، خورد از نال هم قبول کند فرضاً بعضی قیمت های x هم در افاده ما یا فونکسی ما y که ما معنا نداشته میماند. چه؟ معنا نداشته میماند. مثلا من مثال میارم شما تماشا کنید. فرض کنیم اساسی فونکسی ما اما -2 نشان دهنده از بس x همه گونه عددی حقیقی گرفته میتواند کو. اگر مثلا 1/2 شود آنگاه این افاده ما چه میشد؟ بی معنا میشد. چرا؟ برای آنکه -2 نشان دهندش 1/2 معنای چی را دارد؟ ریشه کوادراتی از -2. ریشه کوادراتی از -2 معنا نداشت کو. هم اون ریشه درجه جفت از عددی منفی معنا نداشت. فهمیدید بچه‌ها؟ فهمیدید من؟ یعنی یک بار دیگه تعریف پورتر میکنیم. y برابر a نشان دهندش x فونکسی نشان دهندگی نامیده می شود. در اینجا a اساسی درجه و a عددی مثبت کلان از نام. x ما نشان دهنده درجه، x ما همه گونه عددی حقیقی، یعنی عددی راسیونالی ایراسیونالی فرقش نه، هم منفی مثبت همه عدد x ما چیکار میکنه؟ قبول کردن. بچه‌ها یاد بیارید y برابر a نشان دهندش x معناش چیه بود؟ معنای این همین که a ضربی چند بار ضرب شدگی اما x بود. x رو عکسش بگی ضرب شدگی. مثلا 2 کوادرات معناش چه بود؟ 2 ضرب 2 کوب معناش چه بود؟ 2 ضرب 2 نشان دهندش x 2 ضرب x تا 2 چه میشه؟ ضرب میشه. این چیزا فهمیدید من بچه‌ها؟ الان کو نگاه کنید بچه‌ها. قسم دوم اصلا بگذاریم. قسم دوم درس ما همین که برای ساختن گرافیک یک چیز باید شما دانید. اساس ما یعنی اما عددی مثبت است، لیکن میتواند اساس ما از 0 کلان و از 1 خورد باشد. حالت یکم و حالت دومش اساس ما میتواند از عدد 1 چه باشد؟ از رقم 1 کلان باشد، اما کلان از 1 باشد. اما از 0 تا 1 شده میتواند یک حالت و اما از 1 کلانتر شده میتواند. این حالت دوم. فهمیدید؟ اگه دیدم برای اینکه هر یک حالت اند چیه؟ مثلا بیت برای حالت یکم y برابر 1/2 نشان دهندش x فونکسیش دیدم برای این، و برای حالت دوم y برابر 2 نشان دهندش x دیدم برای این. مفهومید؟ 1/2 اساس ما از یک چیز خورد
اینجا اساس ما دو از یک چیز کلانه. اگه گرافیکش میسازیم خیلی برای ساختن گرافیک اول جدول ترتیب میدیم تماشا کنید. اینجا به قیمت ها و x و از کدام ما قیمت میدیم. مثلا مینوسی 3 مینوسی 2 مینوسی 1 0 1 2 3 همین هر یک قیمت x و قیمت y که معین میکنیم. اگر 1/2 نشان دهندش مینوسی 3 تماشا کنید. مینوسی 3 جای x رو آورده مانیم 3 میشه. y برابری من اینجا من حل کردم نشان میدم. 1/2 نشان دهندش مینوسی 3 این بچه برابر میشه 1/8 مینوس 1/2 نشان دهندش 3 این برابری 1/1/8 برابری چند؟ 8 فهمیدیم اینه؟ مینوسی 2 باشد 4 1 باشد 2 خودش 0 انده 1 0 انده 1 1 انده انده 1/2 2 انده 1/4 3 انده 1/8 گرافیکش میسازیم بچه ها. گرافیکش میسازیم. اگر اهمیت اینجا به تماشا کنید بچه ها. x چگونه که قیمت نگیرد منفی و مثبت y که ما همه وقت چیزی شده است مثبت شده است. در حقیقت هم همه خیلی بچه ها فونکسی نشان دهندگی همه وقت زیاده است y مثبت است عددی مثبت y است. تماشا کنید که گرافیکش میسازیم. مثلا 1 2 3 4 و طرفی منفیش هم مینوسی 1 مینوسی 2 مینوسی 3 مینوسی چند 4 مینوسی 2 مینوسی 4 و همین طور دیگه که ما 1 2 3 4 5 6 7 8 حرکت میکنید مشتباتون برابر شده نه کتک دو تا کتک یک مشتب گیرید یا سه تا کتک یک واحد گیرید یک خیلی مینوسی 3 انده چند حاضر بچه ها؟ مینوسی 3 انده 8 ما من اینجا مینوسی 3 8 مینوسی 2 انده چند؟ 1 2 3 اینجا 4 مینوسی 2 انده 4 و مینوسی 1 انده چند بچه هم؟ 2 انا کو همه وقت 0 انده چند؟ 1 1 انده 1/2 2 انده 3 انده 1/8 اینا پیوست میکنیم. این گرافیک ایگریک برابری چند بوده است بچه ها؟ 1/2 نشان دهنده ایگریک برابری 1/2 نشان دهنده x. بچه ها این گرافیک افزون شونده می کم شونده؟ افزون شونده می اما بینید چی؟ کم شونده کم شونده و هر یک قیمت کلانی ارگومنت قیمتی خوردی فونکسیون داشت و یک تا دیگر چیز هنگامی نول بودن x ما y که ما با چند برابر یک چیزی دیگر y که ما همیشه مثبت چیزی دیگر این گرافیک ما تیری او x چون میکنه فهمید یک چیز دیگر گرافیک ما دوری هم نیست جفت هم نیست تاق هم نیست چوبه برای اینکه هر یک قیمتش یک مراتب قبول میکنه قیمت یک تا قیمت x و یک تا قیمتی فونکسیون y سنجار راست میبینید فهمیدیم انا این خاصیت های باید که فراموش نکنید. انا با این دویمش هم بسازیم بچه‌ها y برابری 2 نشان میده همداش x بید این میرم چون کنیم جدول ترتیب میدیم x ما به بیزار قیمت های تغییر و بنده ای نو وابسته به از کدام ما قیمت میدیم 0 1 2 3 تماشا کنید y که ما اکو اینجا به نگاه کنید بچه ها مینوسی 3 انده چند میشه؟ مینوس 8 نیه تماشا کنید مینوس شدهش ممکنه y برابری 2 نشان دهن مینوس 3 بچه ها 1/2 نشان دهنده 3 1/8 این ما کدام خاصیت استفاده کنیم یادتون باشد صفای پیشن نشان دهندش مینوسی n نشان دهندش مینوسی n برابر چی بود؟ 1/n همین چیز استفاده بریم من این فهمیدی من؟
یک تقسیم 8 یک تقسیم 4 یک تقسیم 2 نولنده با همه وقت چند؟ اینا نولنده همه وقت یعنی همه گونه فونکسی نشان دهندگی همه گونه فونکسی نشان دهندگی تیری آقایی که نقطه چنانده بوره یکنده همش یک مانی مگر من اینجا باید فونکسی با دو نشان دهندش یک چند برابر؟ 2 4 8 این قیمت های میگذاریم مثلا مینوسی 3 ده یک تقسیم 8 مینوسی 2 ده یک نیم یک تقسیم 4 یکنده یک تقسیم 2 نیم نولنده یکنده چند؟ 2 ده 4 بله 3 ده 8 برعکسش هم احسن شونده اکنون این گرافیک تصویر میکنیم شروع را این گرافیکی ایگریک برابری دو نشان دهنده سه شد ایکس شد فهمیدید؟ خاصیت هاش دیگه بریم گرافیک افزون شونده باشد معناش چی؟ هر یک قیمت کلانی ارگومنت و قیمت کلانی فونکسیون راست بیاد دویم خاصیتش گرافیک ما تیری او ایگریک در نقطه یک میبرد گرافیک ما تیری او ایکس نمیبرد گرافیک ما هر یک قیمتی x به یک تا قیمتی فونکسیون راست میاد یک قیمتی پس از این برای که فونکسیون داوری نیست و جفت و توقم نیست فهمیدیم من این ها خاصیت های فونکسیون ایگریک برابر دو نشان دهندش نیست پس خلاصه میکنیم بچه‌ها خلاصه همین که تماشا کنیم ایگریک برابری ا نشان دهندش x هنگامی اما از 0 تا 1 بودن اساسا ما کم شونده بوده است و همین هنگامی اما کلان از یک بودن بچه ها این چیزه افزون شونده است این خاصیت ها حل مسئله ها با ما خیلی و خیلی یادم میکند بچه ها مثلا چه خیلی برید تمشا کنید من شما میگم بچه ها یک تقسیم 2 نشان دهنده 3 کلان است مقایسه کنید یا یک تقسیم 2 نشان دهنده 4 کدامش کلان نشان دهنده 3 برای چی کلان چون که یک تقسیم 2 داره و یک درجه کوب برداریم یک میشه 2 درجه کوب برداریم اگر 8 میشد علی باید شما باشته توانستید خیلی نست من شما یک تقسیم 2 نشان دهندش n یک تقسیم 2 نشان دهندش n پلس 1 رو مقایسه کنید این درجه باشته نمیتونه دیگه چون اینش معلم یک تقسیم 2 درجهش اینش بچه ها برای این یک دهنگ ما خاصیتی فونکسی ا نشان دهندش x هنگامی اما از 0 تا 1 بودن استفاده داریم هنگامی اما تا 1 بودن این فونکسی کم شونده باشد قیمتی خوردی من این x و قیمتی خوردی ارگومنت و قیمتی کلان فونکسی راست میاد انا این خوردش xش خوردش کلان فهمی نمی دیدید می بچه‌ها اکنون دو نشان دهنده 3 یا دو نشان دهنده 4 رو مقایسه کنید میتونید این فونکسی زیاد شونده قیمتی کلان ارگومنت و قیمتی کلان فونکسی راست میاد فهمید انا میگم همه خاصیت هاش ما باید چیکار کنیم دانیم اکنون دوامش دوم قسمی درس میگه که بعضی خاصیت هاش ما گفتیم من یکمش فونکسی ایگریک برابری ا نشان دهندش x ما از مینوس به آخر تا پلوس به آخر همه عددهای حقیقی قبول میکنن اکنون ایگریک ما چی ایگریک ما فقط ایگریک ما عددهای حقیقی چه مثبت چون کنه قبول میکنه اما تا پلوس به آخر دوم خاصیتش سومش گرافیک ما تیری او x چون کنه نمیبره گرافیک ما تیری او ایگریک در نقطه ایگریکش برابری چند؟ 1 و ایکسش برابری 0 میبرد در نقطه 0 و 1 در نقطه چند؟ 0 و 1 سوم خاصیتش هنگامی اساس از یک کلان بودن فونکسی افزون شونده هنگامی اما از 0 تا 1 بودن فونکسی چیزه کم شونده اکنون دوامی درس بعضی خاصیت های درجه که گذشته بودیم میگوییم گوش کنید دو تا درجه ا نشان دهندش x
ضرب ا نشان دهندش y وقتی اساس‌های اخیره رو در گیره X plus Y میشه. بله وقتی تقسیم اندر X minus Y. بله حل میشه این دوم خاصیتش با کدوم خاصیتی میدونیم با ا نشان دهندش x ضرب b نشان دهندش x اكو اساس‌ها گوناگون نشان دهنده های اخیر باشد چی ABX ا ضرب b نشان دهنده بود x تقسیمش هم همین چیز تقسیم هم چیز ولی من نمی‌نویسم باز کدوم خاصیتی ضروری ترینش میدونید A تقسیم B درجهش هستند X. ا تقسیم b درجه خاصند x ضروری علاوه A درجهش X تقسیم B درجهش X. درجهش ایکس قوس شد قوس به با درجهش ایگری دوم هر این خاصیتی دیگه داشت ا نشان دهندش x در نشان دهنده y AX. این وقت نشان دهنده میشه نشان دهنده x ضرب y گفته جمع میشه کی گفت با کدام ایگری خاصیت گرامی شما فیش نیست دیگه. ا نشان دهندش میشه یک تقسیم درجهش 9 برابری بله ا درجهش 0 اهم اساسش همه گونه عدد به نشان دهنده 0 به درجه 0 برداریم چند میشه؟ یک و همه گونه عدد به درجه 1 برداریم چه میشه؟ خودی همه عدد میشه فهمو؟ انا این تکرار یک بار دیگه خلاصه کوتاه میکنم اهمیتی فونکسی نمودی y برابر ا نشان دهندش x فونکسی نشان دهندگی نامیده می شود این جنب x ما همه گونه عددی حقیقی ام مینوسی بیاخر تا پلوس بیاخر y که ما فقط عددی مثبت y که ما فقط عددی چی مثبت ان این اساس ما کلان از نول عددی مثبت اساس ما تمام اساس ما دو خیال شده میتونه اعمال تا یک یا از یک تا پلوسی بیاخر از یک کلان اگر اساس ما از 9 تا 1 باشد فونکسی کم شونده است اگر اساس ما از یک کلان باشد فونکسی چیزه افزون شونده است جاهای اساسش من خلاصه کنم و من این فرموله هایی که قطعی شما گذاشته بودیم یک بار دیگه چون کنیم خاطر رسان کردیم و همین درس ما تمام